کتیبه های میخی از چپ به راست نوشته میشده و یک قانون خط میخی پارسی باستان داره که موضوعات وقتی نوشته میشده با نقطه از هم جدا میکنن کلمات رو. مثلا اگه توی موضوع میخوام بنویسن داریوش شاه بزرگ، داریوش نقطه، شاه نقطه، بزرگ نقطه، کلمه ها با نقطه از هم جدا میشن. نقطه ها در کتیبه های میخی چی هستن؟ این میخای کجی که شما دارید میبینید اینا در واقع نقطه هستن. ببینید یعنی از این نقطه تا این نقطه این یک کلمه است، از این نقطه تا این نقطه این یک کلمه است. خشایسی، خشایسی یعنی شاه، شاه دوستان. پس کلمه ها با نقطه جدا میشه. اولین کلمه هایی رو در واقع نکته‌ای که در کتیبه ها نقش شده گفتیم در کتیبه هاشون با نام خدا شروع میشه و نام خدا ایرانی ها چی شد؟ بگ. نام خدا ایرانی هاست، کلمه دو حرفی که در اون بالا نوشته شده، نقطه گذاشته بعد ادامه موضوع رو نوشته. پس با نام خدا شروع میکنن، بعد آفریده های خداوند رو شکر گزاری میکنن. در مرحله سوم که شاه نام مردم و سرزمینشو میاره و در مرحله چهارم شاه اسم خودشو میاره. این خیلی مهمه است. بگه وزرک آورمزده یه امن بومی مده یه وم اسمان مده یه مرتیه مده یه شیاتی مده مرتیه یه خشا یا شام خشیسیه کن باش ادم خشا یا شام خشیسیه وزرکه خشیسیه نه دریا و خوبش خشیسیه پسر اخمانشی. این گوشی فارسی باست، شبیه گوش کردها پایترین گوشی رو دارن. تالشی ها خیلی شبیه فارسی باستان. خدای بزرگ است اهورمزدا که این زمین را آفرید، آسمان را آفرید، مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید و خشایار را شاه کرد. من خشایار شاه شاهان، شاه بزرگ، پسر داریوش اخوانش. نام داریوش در این کتیبه اینجاست. ببینید از این میخ تا این میخ این نام داریوش بزرگ است. د الف ر ی و ه هوش تمام. دریه و هوش، دریه و هوش. ما میگیم داریوش، روزا گفتن دریه و هوش، دارنده هوش زیاد. اسم بزرگی ها تو کشور اروپایی است، بچه میذارن داریو، ولی در ایران دیگه نام داریوش خیلی کم میاد. در ادامه خشایار میگه هر آنچه را که من به پدرم داریوش در جا بنا کرده ایم همه را به خواست اهورمزدا اهورمزدا بپاید هر آنچه را که من به پدرم در جا بنا کردم. با نام خدا شروع کردن، با نام خدا تموم کردن. و حضرت حافظ میگه هر آن کس جانب اهل خدا نگه دارد خدایش در همه حال از بلا نگاهش دارد. این که اینقدر سالم بودن احساس به زندن حرکت میکنن چون به خواست خدا ساختن، به خدا سپردن. خوبی ها میمونن و بدی هاست که میان. این امواج